امین امروز ساعت 6 رفت و من از همون موقع بیدارم تا الان. دیشبم یه شب باحالو داشتیم که فایرورک بود دیگه. حالا من هنوز از صورتمو نشستم، چشام همونطوری که میبینید خیلی قرمز و خواب آلوده. بریم که امروز رو با من باشید. یادم رفت بگم سلام، صبح بخیر. اولین کاری که کردم این بود که قرص نکسیوم که برای معده است رو میخورم چون مشکل معده دارم و قرص لووتیروکسین که قرص تیروئیده، اینو میخورم و بعدش نیم ساعت بعدش چیزی نمیخورم. تو این حین میرم صورتم با شوینده میشورم، کرم میزنم و این داستانا که با هم میبینیم. اصلا به نظرم وقتی که صورتتو آب میزنی، مسواک میزنی، کلا یه آدم دیگه میشی. و الان صورتمو آب زدم، خشکم شده دیگه فکر کنم. خب سال جدید شده اینجا، ولی خب حس و حال سال جدید خودمونو که نداره اصلا. ولی یه چیز خوبیه که مثلا آدم بتونه خودشو باهاش شاد بکنه دیگه، میدونیم. آره داشتم میگفتم خب دلیل خوبیه که آدم رفرش بشه و خودش رو یه براندازی بکنه، یه خونه تکونی بکنه، با بعضیا حالش رو بهتر بکنه. به نظر من خیلی دلیل خوبی میتونه باشه و میتونه آدم خوشحال کنه. حالا من از این استفاده میکنم، از این کرم استفاده میکنم. خیلی تعریفش رو شنیدم، خیلی واقعا هم اینجوریه که مثلا میزنم رو پوست سریع، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. ایران که رفته بودم حالا اندازهای دیگهش هم بود ولی خب باز محدود بود دیگه. اینجا دسترسی خیلی زیاده و خلاصه که ما هم دیشب یه شب خیلی خوب داشتیم. دوستان اومدن دنبالمون و رفتیم. البته از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم برای فایرورک و اینا دیگه. دوستان اومدن دنبالمون، رفتیم با هم فایرورک رو دیدیم و بعدش هم برگشتیم خونه. خیلی خوب بود، خیلی حال داد واقعا. به نظرم فایرورک رو حداقل آدم یه بار تو زندگیش باید ببینه، فایرورک لندن. خلاصه که اینجوری است. شما چه خبر؟ چی کار میکنید؟ شما که الان نمیتونید من بگید چه خبر، ولی حالا من براتون میگم. هیچ، من امروز شیفت دارم، باید برم ساعت 11 تا 5 شیفت دارم، باید برم سر کار. همینم که زودتر از من رفته ولی خب محیط کارم رو دوست دارم، آدم ها رو دوست دارم و خب خیلی درک میکنن. نمیدونم برای من که حداقل اینجوری هن. چون در عوض منم خیلی مراعات میکنم، یعنی دیدم بعضی وقتا با بعضیا خوب برخورد نمیکنن و این به خاطر اینه که خب اونا هم همه چی متقابله دیگه، میدونیم. اگه خوب باشی باید خوبن، بی تفاوت باشی بی تفاوتن، و بد باشی هم ممکنه باید بد بشن و اصلا اون محیطی که برای من خیلی خوبه شاید واقعا واسه یکی اصلا خوب نباشه. یکم آب بخورم، تشنمه. خلاصه الان میخوام برم یه چیزی درست کنم بخورم. شاید من چیزی درست نکنم، مثلا یه کیک بخورم با قهوه درست کنم. فقط من احساس میکنم این ور نگاه کنم بهتره. اگه از آپدیت این چند ماه بهتون بگم، زندگی با پارسال خیلی فرق کرده. آدم های خیلی بهتر و بیشتری رو شناختیم و دل خودمون هم یه مقدار آرومتر شده.
یه روزایی هست که از صبح تا شبش مثلا واقعا دپرس باشیم، ناراحت باشیم، نگران باشیم. نگرانی رو ببین، نگرانی وقتی که مهاجرت میکنی کلن پس اون لایه های زیرینت هر روز داریش، هر روز با هر استوری که میبینی، با هر خبری که میبینی. ولی خب الان تونستم که یه مقدار کنترلش کنم، هم من هم همین. و اینکه من واقعا هنوزم نمیدونم که میخوام اینجا بمونم یا نه، ولی میخوام تا وقتی که اینجا هستم خوب زندگی کنم. چون که موقعی که داشتم میومدم مامانم بابام ازم قول گرفتن، گفتن که اگر میخوای ما راحت باشیم، حالا ما خوب باشه، لطفا تو خوب زندگی کن، شاد زندگی کن، سعی خودتو بکن. و من واقعا از سری دومی که اومدم خیلی دارم سعی میکنم که این کار رو انجام بدم. خیلی واقعا از هر چیزی که ممکنه 1% حالمو بد کنه یا ناراحتم کنه یا منو وارد یه مود دیگه بکنه، کلا دارم سعی میکنم دوری کنم و تو هر خوشی خودم رو جا بدم، که فکر کنم زندگی همینه. حالا اینجا بخاطر اینکه رطوبت هوا خیلی بالاه، من هر سری قبل بیرون رفتن از اینا استفاده میکنم. به جاهای بدنم که میدونم مثلا ممکنه درد بگیره میزنم. چون من قبلا کتفم شکسته بود توی تصادف، الان خیلی حساس شده. وقتی میرم بیرون اصلا انگار آبو میکشه به خودش، نمیدونم مثلا یه دردای عجیب غریبی میگیرم. واسه همین از این تایگر بالم میزنم که انگار روغن زنجبیل و روغن همه چیزای گرمدار، چین و این چیزا توشه، یه سری روغنای هندی دیگه توشه. مثل روغن نیستا، مثل ویکس میمونه نگاه. ولی اینو که میزنم خیلی گرم میکنه بدنمو. الان میرم اینو بزنم یا نه؟ الان اول برم قهوه رو درست کنم، حالا با هم هستیم دیگه. قهوه‌م آماده شد، قهوه‌مو میخورم با یه کیک خوشمزه. آقا من همیشه انتخابم این کیکه، نزدیک بود بیفته، همیشه انتخابم این کیکه به خاطر اینکه خیلی شبیه کیکای مامانمه و من خیلی دوست دارم. مثلا همین انتخابم اینه. آها، من هیچ وقت قهوه رو با معده خالی نمیخورم. قبلش حتما یه چیزی میخورم و بعدش قهوه میخورم. یعنی الان قهوه آماده است، یکم معدم پر بشه بعد اونو میخورم. من بعد از اینکه یک قطره قهوه وارد خونم شد با این آهنگا، خیلی تلخه بچه، باورتون نمیشه بیرون چه بادیه چه هواییه. راجع به این رنگه هیچ آسیبی به موهام نزده. یعنی اگر آسیبی توی موهام میبینی از لایتیه که توی ایران انجام دادم احتمالاً. و به خاطر اینکه این رنگه حتی چیز هم نداشت، اکسیدان هم نداشت. این رنگی کلا نوشته بود سمی پرمننت، یعنی نیمه دائم. بعد نوشته بود 15 بار اگر بشوری رنگه میره. ولی من خیلی ازش خوشم اومد و احتمالاً برم پرمننتشو بگیرم، یعنی همون همیشه بمونه. خیلی خوشم اومد و همه خیلی تعریف کردن، گفتن خیلی بهت میاد. الان یه خورده حالت صورتی اینا شده بازم، ولی زشت نیست. ولی یه دونه پیدا کردم که خیلی خوبه، میرم اونو میگیرم.
خلاصه که چرا اون طرحش، چرا اون ورش گل نداره؟ میدونستید که بعد از 1 ساعت بعد از کافی میتونید مسواک بزنید؟ یعنی نمیتونید بلافاصله مسواک بزنید چون مثلا که به دندون فشار میاد. اینم اگه نمیدونستید بدونید. خب کم کم میخوام بریم سراغ پوشیدن لباس، چون که ساعت چنده؟ فکر کنم دیگه کم کم باید آماده بشم، به خاطر اینکه امروز روز اول سال نوشونه، اتوبوس نیست و من باید پیاده برم. تقریبا 26 دقیقه است از خونمون تا محل کارم. من باید پیاده برم و آقا امروز میخوام با کادوهایی که به دوستام دادم و همسر عزیزم بهم داد سر کار حاضر بشم. یه دستبند پاندورا دوستم بهم داد و این یکیشون دستبند پاندورا برام خرید، یکیشون این آویز یا چارمشو برام گرفت که این چارمام دقیقا هم قیمت دستبندان، یعنی کلا قیمتش بالاست این پاندوراها. بعد کنید کجا گفت این کریسمس جامپره رو برات گرفتم به خاطر اینکه تو یه دونه از اینا داری. آره اگه دقت کرده باشی من یه دونه از اینا دارم و همیشه تو اون تایم کریسمسی و اینا میپوشیدمش، رنگی رنگیه. خلاصه این از این. امینم برام اینو گرفت، چارم لاو. نمیدونم چرا اینجا زیاد معلوم نمیشه ولی خب آره این دستبند پاندورامه. حالا از این به بعد هی قراره به چیزای چارمای مختلف اضافه بشم و من از فنای نیو بالانسم. یعنی به نظرم اگر نیو بالانس کسی بپوشه انقدر راحته که دیگه هیچی رو ترجیح نمیده به نیو بالانس. برای همین برای تولدم امین برام یه دونه نیو بالانس 530 خرید که روزانه بتونم استفادهش کنم و خیلی خوشگله. تو ادامه بهتون اونم نشون میدم. الان لباسا هم نشون میدم که لباسایی که میخوام بپوشمم میام نشون میدم، چون که حرف دیگه ای نداریم بزنیم دیگه. ولاگ روزانه من چجوری بگیرم؟ پس خلاصه من خود درگیری هم دارم، با خودم دارم حرف میزنم. حسی که بعدش میده خوبه، مگر نه قبلش واقعا افتضاحه. یه چیزی تو مایه زهر مار خوردنه. خلاصه که امیدوارم که امسال سال پر از عشق و سلامتی و برکت برای هممون باشه. این هم حتی از اثرات کافئینه. و آره دیگه برم گوشی یکم بزنم تو شارژ و باز دوباره بیام خدمتتون. خب الان میخوام آرایشمو انجام بدم و چون که امروز چیزه اولین روز از سال جدیده و من 28 سال و 1 روزم شده، میخوام یه آرایش انجام بدم. قبلش که اون کرمه رو زدم دیگه، اون حالت رطوبت رو داشته باشه پوستم. خب آره من این کرم پودر وت & وایلد رو گرفتم ولی واقعا برای من خیلی فکر کنم سفیده، واسه همین کانسیلر استفادهش میکنم. حالا اول کانسیلرمو بزنم دیگه. نرفتم تو اون آینه بزرگه، گفتم اینجا بشینم که هم باهاتون حرف بزنم. خب چی میگن موقعی که چیز میکنن حرف میزنن؟ من شاید الان کنترل کنم که مثلا دهنم باز نشه. خب بذار یه چیزی تعریف کنم دیگه. دیشب داشتم فکر میکنم که مثلا اومدم صحبت کنم، اومدم ولاگ بگیرم، راجع به چی باید حرف بزنم. چند وقته کلاس زبانم رو ول کردم. ول که نه، یعنی گذاشتم واسه یه وقت دیگه، چون که این تایم کریسمس خیلی سرم شلوغ بود. واقعا فروشگاه خیلی شلوغ بود و ما هم از مثلا من و امینم از بچهای اصلی این فروشگاهیم. یعنی واقعا کارمون از مدیر هیچی کم نداره.
بعضی وقتا مدیریتی که ما انجام میدیم از کاری که اونا انجام میدن حتی بیشتره. واسه همین اونا هم خیلی بهمون اعتماد کردن. مثلا همین دیگه یکی از اون سفیدایی که اون اینجا هم که دوستم کم سفید بشم میزنم. ببین من اصلا قانون و قاعده خاصی رو رعایت نمی‌کنم که اینجا باید اونجوری باشه، اینجا باید اونجوری باشه. من یلخی میزنم، حالا روش پنکیک میزنم. آره خلاصه دوباره وقت چیز کنم، وقت بیارم، وقتم فیکس بشه، یه خورده از این سال کریسمسی دور بشیم و سال جدید خورده به روال برگرده، منم دوباره شروع میکنم کلاس زبانمو از سرگیری کنم، به خاطر اینکه واقعا خیلی نیاز دارم که کلمات جدید یاد بگیرم. میدونم که با این برنامه ها اینا میشه، ولی خب وقتی که استاد داشته باشی فوکست بیشتره روی همه این داستانا و منم میخوام که سال جدیدم سال پرباری باشه اگر خدا بخواد، خدا کمک کنه. میخوام سال جدید سال پرباری باشه واسه همین میخوام حتما کلاسمو انشالله بگیرم و باش ادامه بدم. خب الان میخوام برم سایه بزنم. سایه فکر کنین چجوری میزنم؟ یه انگوش برمیدارم اینجوری، نمیدارم هست خودش، فقط اجازهشو میگیرم. اینا برمیدارم. بچه آرایشی که دارم میکنم حالت زرشکینا داره، چون یه لباس زرشکی میخوام بپوشم، لباس که مثل بادیه ولی بادی نیست. ببین خب این از این تمام. واقعا آرایش من فکر کنم 5 دقیقه طول میکشه. تازه الان خورده بیشتر به خاطر اینکه دارم میکنم حرف میزنم، وگرنه دستم خیلی تنده. بیا اینو برید بفرستین واسه آقایونی که میگن دهنتون رو باز میکنین وقتی ریمل میزنین. از این بسته تر همسرم اول صبح رفتنم با اینکه ما دیشب بیرون بودیم. خلاصه خیلی دلم تنگ شده واسه ایران، واسه مامانم اینا، واسه خانواده همسرم. خیلی خیلی دلم تنگ شده. دارم باش سازگاری میکنم فقط برای دوستان. خیلی دلم تنگ شده بشینم باشون یه گاسیپ نایت داشته باشم، غیبت کنیم. ولی خب دارم خودمو آروم کنم، میگم عیبی نداره، میبینیشون انشالله با امید خدا و همه چی درست میشه. میریم سراغ روژه کنم. یه کوچولو به دماغم میزنم، یه کمی صورتمو کیوت میکنه. از این فریبی که به دل میدی، از این فریبی. بچه میخوام برم سراغ مرحله سخت و حساس خط لب. هیچ چی نگه ها. میخوام نازک باشه.
چرا انقدر بالا پایینه؟ بعد اینجوری با دستم محوش میکنم. که اونجوری شارپ و تیز نباشه و رنگش نزنه. اون شارپی اون محوی که میکنم رو به داخله. این شد. حالا از لیپ لامر شگلم میخوام استفاده کنم. خب انقدر تلاش کردم تا تونستم کشف کنم این چجوری باز میشه. فهمیدم اینجوریه، ولی خیلی رنگش خوبه. رنگش فکر کنم چیز ننوشته روش که چیه. صوفی؟ نه یه چیز توی مایا بود. کیس صوفی؟ نه والا بعدا در میارم. اگر شما خوشتون اومد برام بنویسید که من در بیارم بگم کدوم بوده. خیلی خوشم میاد ازش. میبرمش با خودم چون فکر میکنم یه خورده مثلا شاید چون زبونم میخوره و اینا چیز رنگش بره. خب اینم از آرایش نهایی بنده با ریحان بیوتی. خب برم سراغ پوشیدن لباس. اینم من. آقا نیو بالانسه که این برم گرفت اینه. خودم که عاشقشم. مثلا من هی بهش گفتم میخواست رنگ دیگه بگیره، من گفتم نه 530 نقره ایشو میخوام. اینقدر تو پا راحته که خدا میدونه. دستبندم انداختم کنار این ساعتم. نگاه چقدر خوشگل شد. یه لاوه و یه کریسمس جامپر. خب کم کم دارم آماده میشم، یعنی آماده شدم، فقط عطر نزدم که اونم میزنم و بریم کم کم سراغ کار که باید پیاده بریم. این همه خوشگل. بیا بیرون باد باشه. الله اکبر. خیلی بادش شدیده، یعنی یه جوری که ممکنه گوشمون برد کنه. خب فعلا که من دارم میرم اون بر یه دونه از اون پشتم خیلی برشم بگیرم. میرم از خارج حجاب اجبار باشه. این نداره ناله ماله نکنیم فعلا. مشخصه که چقدر باده یا نه، ولی خیلی باده. خیلی هیچکی تو خیابون نیست، فقط من. حالا میخوام ببینم میتونم با این دو چرخ برقی برم یا نه، چون که خیلی باده. امتحان میکنم دیگه. متاسفانه نشد با اون دو چرخ برم. نمیدونم چه مریا شده، وصل نمیشه به کارت بانکیم. برای همین پیاده میرم. موهام همه جمع کردم. حالا رفتم اونجا درستش میکنم دیگه. هیچکی تو خیابون نیست به روایت تصویر. خانمه به نظر تو کجا داره؟
امروز تعطیله نیایید. رسما هیچ کی سر کار نیست نسبت 50 تا ممبری که داشتیم، ولی خب من ترجیح میدم سر کار باشم تو این هوا، چون اگه خونه باشم خیلی دلم میگیره. سر کارم ولی اصلا حوصله کار کردن نیست چون خیلی خلوته. همینجور منتظرم که ساعت بگذره که برم خونه. خب من اومدم استراحت کنم. امین که شیفتش خیلی زودتر از من تموم شد ولی مجبورش کردم بمونه. نمیدونم مجبورش کردم، فکر کنم مجبورش کردم چون احتمالا دوستش برگرده خونه، ولی به خاطر اینکه باید پیاده میرفت گفتم دیگه بذار با هم بریم دیگه. خلاصه 2 ساعت و نیم اضافه تر بر من وایساد. شوهر میکنید شوهر خوب بکنید وگرنه شوهر بد نکنید، وگرنه میگه خوابم میاد. خب منم ساعت 6 صبح بیدار کرده. خلاصه که فکر کنم یه ساعت دیگه مونده، نیم ساعت دیگه، 45 دقیقه دیگه مونده شیفتم تمام بشه. من تازه اومدم استراحت، خیلی کار زیاد داشتم. آره دیگه هوا هم همون جوری زشته اگه میپرسید از هوا. چقدر این رنگی ماشاءالله بهم میاد، ماشاءالله. خب فعلا یه دونه سیب خوردم فقط از همون صبح که با شما کیک خوردم و قهوه. نه دروغ چرا، یه خورما هم خوردم، یه دونه هم سیب الان خوردم. همین دیگه. احتمالا برم خونه و غذا بخورم. بالاخره دارم میرم خونه. باور نمیشه شیفتم بلند نبود ولی چون هیچکی نبود حوصله‌ام سر رفت. خب دیگه کارم تموم شد. الان با امین اومدیم یه فروشگاه دیگه دوستاش چک کنه ببینید چی آوردن و بعد اینجا میریم خونه. من هنوز نمیدونم به کدوم ور باید نگاه کنم و بعدش باید انرژی بذارم و بشینم اینو ادیت کنم. ادیت خیلی خاصی نداره، فقط باید بچسبمش به هم. خب ایشون که میبینید آقای فرفری همسر بنده هستن. خیره و الان نمیدونم داره چی انتخاب میکنه. آینه‌شون تمیزه. گفت یه چیزی میخوام، برم ببینم چی میخوام. یک شلوار مفرح برای وقتی که میریم ایران و نقش دلقک رو میخوایم بازی کنیم. با قیمت دلقک با قیمت 130 پوند، یعنی حدوداً 14-15 میلیون. آله اینو پارچش رو از لینه 1 میگیری میدی محمد برات بدوزه. نه؟ خب امروز دیگه اتوبوس نبود و ما همیشه اون ور وای میستادیم اونجا، ولی دیگه تاکسی گرفتیم تا خونه چون اصلا حالا حوصله نداریم که بریم. همسر اسم تاکسی که داریم یا دنبالمون چیه؟ یوبر ازم اسمش قادر. امکان نداره که شما اینجا تاکسی بگیری و طرف مسلمون نباشه. امکان نداره. در حال حاضر ما رسیدیم خونه و من میخوام برم آرایشم پاک بکنم و یه چیزی بخوریم و بشینم سریال شهرزاد ببینم. جدیدن الان به قسمتایش رسیدم که با آهنگ محسن چاوشی میشینم گریه میکنم. البته فکر کنم آهنگ محسن چاوشی مشکله، اگه مثلا آهنگشو یکی دیگه میخوند شاید اوضاع بهتر.
آره اگه سندی میخوام خلاصه که الان میرم چیز میکنم. اسکوید گیم هم داری؟ خوشم نمیاد ازش. برم صورتم بشورم. خب اینجا دیگه میخوام خدافظی کنم ازتون. ممنون که امروز با هم بودین. ما رفتیم غذا خوردیم. الان همین جوکر گذاشته دیگه. غذایی هم که خوردیم خوراک لوبیا و گوشت درست کردم با برنج که دیشب درست کرده بودم، امروز فقط خوردیمش. و اینکه هیچی دیگه همین. امروز کلا روز یه جوری بود، هوا زیاد خوب نبود، کارمندا زیاد نبودن سر کار ولی خب خدا رو شکر میگن که وقتی توی اون روزت هیچ خبر خاصی هم نمیشه خدا رو شکر کن. منم الان همینجورم، رفتم صورتمو شستم، کرم زدم، خدا رو شکر میکنم بابت امروز و سعی میکنم بیشتر بیام یوتیوب. از این به بعد همینجوری ولاگ بذارم، بعضی وقتا اگه بتونم ولاگ هفتگی بذارم و دوباره برگردم به میادین. خوشحال شدم دیدمتون. فعلا خدا.